بازم تخم مرغ رو. بچه‌ها مردم همینم گیرشون نمیاد بخورن. والا بچه‌ها مردم که اصلا غذا نمیخورن. آره فتوسنتز میکنن. مامان اینو ببین میخوام استوری کنم با مزه میشه. بیا بچه‌ها مردم دکتر مهندس شدن، بچه منم دلغک شده. همینو بگو بچه‌ها مردم کار خوب و دولتی دارن، کارمندن، حقوق ثابت دارن. بیمه والا درآمد روزانه من از درآمد ماهانه اونا بیشتره. خیلی زرزر میکنی. بچه‌ها مردم کی جواب مادرشون میدن؟ تو نمیخوای یه چیز بگی؟ باز این ولگرد نشست یه جا هی زرزر کرد. خب مامان بابای بچهای مردمم بگین بچه‌هاشونو تخریب میکنن. تو کجا بچه‌ها مردم کجا؟ بچهای مردم کیان؟ دوستا و رفیقای منن، هیچ فاخی نیستن. بس دیگه چقدر تخریب، چقدر تحقیر، چقدر آخه تشویق دیگه. بچه بیا پایین سرمون در گرفت بابا. بیا پایین بابا. این مردشون بچهای مردم ببرن. مردشون خودتو ببرن بی تربیت. تو نمیخوای یه چیز بگی؟ آقا اصلا من غلط کردم. باز این ولگرد نشست یه جا هی غلط کرد.